خب میخوایم بریم سراغ ضرب کننده نوع 3. اون سرنخی که من توی اتمام ضرب کننده نوع 2 قبل از البته اون ویدیویی که راجع به کری صحبت کردیم یه خورده رهاش کنیم، چون شاید درسته ولی شاید اگر بحث کری قاطی بشه شاید قاطی کنیم. حالا به هر حال میخوایم از ضرب کننده نسخه 2 که الان داشتیم بریم به نسخه 3. مولتیپلایر چه شکلیه؟ مولتیپلایر رو قبول دارین که این شکلیه که خب توی تمام ضرب کننده همین شکلی بوده. نوع یک هم همین بود. من ازش استفاده میکردم، بعدش دیگه هیچ اهمیتی برام نداشت که چیه. مولتیپلیکند مهمه دیگه، میخوایم هر بار جمعش کنیم، ولی مولتیپلایر مهم نیست. استفاده میکردم میذاشتمش کنار، اینو استفاده میکردم میذاشتمش کنار، اینو استفاده میکردم میذاشتمش کنار، و همین ترتیب برای خب حالا پروداکتمون رو داشته باشین. پروداکت این شکلیه که خب 4 بیت پر اهمیتش که برای ما مهمه. میخوایم ما مولتیپلیکندمون جمع کنیم طبق این دستور، درسته؟ اما 4 بیت کم اهمیت ترش چی؟ و آیا مگه ما هر بار پروداکت رو به سمت راست شیفتش نمیدیم؟ آره؟ نظرتون یا خدا نظرتون چیه که این مولتیپلایرمون رو برداریم بذاریم اینجا؟ اتفاقی نمیخواد بیفته. پروداکته که داره نیمه بالاش با مولتیپلیکند جمع میشه، یعنی ما همواره با این نیمه بالایی کار داریم. خب با این نیمه بالایی کار داریم. نیمه پایینی هم صرفا یعنی اولش که صفره، بعدم شیفت میخوره. مقادیری که در نیمه بالا هستن یه بیت میان سمت راست و میان توی نیمه پایین، و ما میتونیم مولتیپلایرمون رو بذاریم اینجا. خب و هر بارم که پروداکتمون رو به سمت راست شیفت میدیم، اون بیتی از مولتیپلایرمون که ازش استفاده کردیم دیگه خارج میشه، نیازی هم بهش نداریم. بار دوم این خارج میشه، اینکه صفر بوده دیگه، جون به جونش هم کنی صفر میمونه، چون ما اصلا جمع هم که میکنیم با این نیمه دوم جمعش میکنیم، بعد به سمت راست شیفت میدیم. این هم خارج میشه، این هم خارج میشه. پس کاری که میخوایم بکنیم اینه که بیایم از 4 بیت کم ارزشتر پروداکت استفاده کنیم تا مولتیپلایرمون رو اونجا قرار بدیم. بیایم بریم همون پایین که قشنگ خب بذار ببینم مثال اسلاید چند ضرب در چنده. مثال اسلاید یک یک رفت یک یک دو صفر یک یک صفر یک، بعد مولتیپلیکند رو یک یک دو صفر گرفته. اوکی، 11 دو صفر 11 صفر یک، 11 دو صفر 11 صفر یک. این مولتیپلیکند ماه، این مولتیپلایر ماه. اوکی، و اینا اصلا چی هن؟ 1 2 4 8 12 ضرب در 1 2 4 8 13، 12 ضرب در 13. حسابش نمی کنیم فعلا. خب پس این بار توی ایتریشن صفر که در واقع صرفا ما میخوایم مقدار دهی کنیم، بینید خب مولتیپلیکندمونه که میذاریم مثل همیشه 1 1 0 1 0 0، و دستم بهش نمیزنیم تا آخر. اوکی، این کریه الان بهتون میگم چیه اینجا چی میخوام. یعنی تو مثال و زمانی که داریم حل میکنیم میبینیم که به کارمون میاد. ولی خب به صورت پیش‌فرض صفره. پروداکتمون پروداکت رو این بار دو تا تیکش میکنیم. دو تا تیکه که نه، ولی فرض میگیریم. خب یعنی در واقع پروداکت ما همون مثل همیشه ثابت و سر جاش هست، منتها من الان فرض میکنم که میخوایم دو بخشش کنیم که در مرحله مقدار دهی ما میایم مولتیپلایرمون رو میذاریم. حالا الان من دو تا بخشش کردم این شکلیه دیگه، بخش های این بخش لو، و یعنی بیت های پر ارزش و بیت های کم ارزش، اینا این کامل یکسانه ها، یعنی کل این یه متغیره ها، این شکلی نیست که دو تا چیز باشه، نه. صرفا این نیمه بالاست این نیمه پایین، همین.
خب وقتی من میخوام مقدار دهی کنم، این بار در نیمه پایین پروداکتم میام مولتیپلایرم قرار میدم، یعنی اینو. خب پس 1 1 0 1 و اینجا چی؟ 1 2 3 4 تا 0. اوکی؟ عیناً همین کارو کرد. حالا الگوریتم چه شکلی بود توی مثلا ضرب کننده نوع دو؟ این شکلی بود که ما به بیت سمت راست مولتیپلایرمون نگاه میکردیم، اگر 1 بود مثلا نیمه بالا پروداکت رو جمع میکردیم و بعدم شیفت دادن و این چیزا. دقت کنید الان مولتیپلایر و پروداکت ما توی الگوریتم نوع دو این شکلی بود، جفتشون رو به سمت راست شیفت میدادیم. الان از اونجایی که جفتشون توی پروداکت قرار گرفتن، دقت داشته باشید که با هر بار به سمت راست شیفت دادن پروداکت، در واقع اون بیت مولتیپلایری که ما ازش استفاده کردیم میره کنار، میفته بیرون، که در واقع انگار مولتیپلایر رو به سمت راست شیفت دادیم و همچنین پروداکتمون به سمت راست شیفت پیدا میکنه. همون قضیه ای که این مولتیپلیکنده با نیمه بالا جمع میشه، بعد واقعا مستحق نیست اونجا قرار بگیره، در نتیجه باید 4 بار شیفت بخوره که بیاد سر جاش. اوکی؟ پیچیده نشده. خب الان من باید به چی نگاه کنم؟ هر سری این شکلی بود که به مولتی پلایرم نگاه میکردم دیگه. مولتی پلایر من الان اینجا قرار داره. این بار دیگه ما در واقع داریم به بیت کم ارزش پروداکتمون نگاه میکنیم که کم ارزش ترین بیتمون در واقع همون کم ارزش ترین بیتی بوده که در مولتی پلایر ما بوده. در نتیجه الان اگر به 1 نگاه کنیم باید چیکار کنیم؟ باید بیایم در ایتریشن شماره 1 بیایم نیمه بالای پروداکتمون رو دقیقا مثل قبلی به علاوه مولتیپلیکندمون کنیم. نیمه بالای پروداکت ما اینه، مولتیپلیکند ما اینه، جمعشون میکنیم میشه 1 1 0 0. اینجا هم که 1 1 0 1 کاری باش نداریم اصلا و کریمون هم که صفر دیگه. حاصل جمع این و این کری ایجاد نکرد که من اینجا کری رو بذارم 1. خب حالا پس اینجا هم کری صفر. کاری که میکنیم اینه که الان باید پروداکت رو شیفت بدیم. الان قبول دارید اگر پروداکت رو شیفت بدیم انگار مولتیپلایر شیفت خورده این تیکه و همچنین این هم داره میره سر جاش بشینه. خب پروداکتمون رو شیفت میدیم. چجوری شیفت میدیم؟ الان که کریمون صفره، ولی از الان در ذهنمون داریم که اگر کریمون اینجا 1 بود با 1 شیفتش میدیم. منتها صفر فرقی نمیکنه، در نتیجه 0 1 1 0 این صفر میاد این طرف 0 1 1 0. خب این از ایتریشن اول. تعداد ایتریشن همون از کجا میفهمیم؟ از ضرب چند بیتی در چند بیتی داریم. اگر ضرب 4 بیتی در 4 بیتی داریم 4 تا ایتریشن خواهیم داشت. 1 2 3 4 این صفره که داریم مقدار دهی میکنیم. اوکی؟ در ایتریشن دوم چی داریم اینجا؟ این شیفت خورد افتاد بیرون، الان صفر داریم. تو قبلی صفر داشتیم چیکار میکردیم؟ هیچ. نو اپریشن و پروداکت رو به سمت راست شیفتش میدیم. شیفتمون چه شکلیه؟ همچنان یک کری صفر اینجاست. خب پس اینجا نو اپریشن بود. من دو تا از اینا میزنم ولی در واقع کل این تکرار میکنم، یه متغیره و با همین صفر در واقع انگار داریم شیفتش میدیم. شیفت بدیم چی میشه؟ 0 0 1 1 این صفر میاد این ور 0 0 1 1. حله؟ بریم سراغ بعدی. حالا اینجا 1 داریم میبینیم، در نتیجه چی شد؟ کجاست موسم کو؟ در نتیجه در ایتریشن سوم 1 دیدم دیگه، پس نیمه بالای پروداکتم رو جمع میکنم با مولتیپلیکندم که چی میشه؟ 0 0 1 1 داره با 1 1 0 0 جمع میشه، میشه 4 تا 1. اینجا هم 0 0 1 1 و پروداکتم رو به سمت راست شیفتش میدم. دوباره اینجا رقم کری در واقع به وجود نیومد، داره مشکوک میشه قضیه. اوکی، مثل که قرار مرحله آخر رقم کری به وجود، چون من اینو حلش نکردم.
اینجا در واقع کری همچنان صفره، شیفت میدم میشه صفر، یک یک یک، یه یک میاد این طرف، یک صفر صفر یک. و الان مجدد یک دارم. قبول دارین که این مولتیپلایر من بود دیگه. گفتم اینجا در واقع انگار داره مولتیپلایر قرار میگیره. از یک استفاده کردم، از صفر استفاده کردم، از یک استفاده کردم، با 4 بار شیفت دادن این الان پا شده اومده این یکه بلند شده اومده اینجا نشسته دیگه. و از این هم که استفاده بکنم کار تموم. از یک استفاده میکنم، وقتی یک میاد چیکار میکنم؟ نیمه بالای پروداکتم رو در ایتریشن آخر جمع میکنم با مولتیپلیکندم. خب بذار جمعشون رو اون بالا بنویسم. الان نیمه بالای پروداکت چیه؟ صفر یک یک یک. و مولتیپلیکند من چنده؟ یک یک صفر صفر، یک یک صفر یک صفر یک. یه دونه اینجا کری. خب درسته؟ همینو می نویسم اینجا، صفر صفر یک یک. این طرف هم که خودشه قاعدتا. حالا اینجا یه دونه کری داشتم، الان چیکار میکنم؟ موقع شیفت دادنه میام از این کری استفاده میکنم. میگم زمانی که میخوای پروداکت رو به سمت راست شیفت بدی، این بار صفر از سمت چپ نزن، این بار یک رو از سمت چپ بزن، اون طرف هم یه چیزی میفته. پس یک صفر صفر یک یک میاد این ور، یک یک صفر صفر. امیدوارم درست باشه. اول بیاین بریم ضرب، یا نه اول همین رو حساب کنیم. خب یک دو چهار هشت 16 32 64 128. 80 90 این 100 شد 228. درسته؟ یک دو چهار هشت 16 32 64 128. 80 با این میشه 90 100 228. بریم ببینیم یه هورای دیگه میشه به دست آورد. خب من 13 رو ضرب در 12 میکنم، چه فرق میکنه؟ بیا همونو چیز کنیم که بد نگیم. چی میخوایم؟ خب 3 دوتا 6 تا، 3 یکی 3 تا به علاوه یه صفر، یه دوتا 2 تا، یکی یکی. خب درست به دست آوردم. اینجا رو درست به دست آوردم. شاید عادیشو بلد نیستم. 13 ضرب در 12، 3 دوتا 6 تا، 3 یکی 3 تا به علاوه یه صفر. شاید اینا اصلا 12 و 13 نیستن. 1 2 4 8 این که 12 است. 1 2 4 8 اینم که 13 است. ببخشید من مغزم کار نمیکنه. در نتیجه میریم سراغ ماشین حساب. 13 ضرب در 12 این دیگه چی میگه؟ 156 کیه؟ ای بابا هر کی هم یه تزی داده که. 1 2 4 8 16 32 64 128. من پاز میکنم فکر میکنم. خب من به فاجعه‌ای که در حال رقم زدنش هستم اصلا مغزم خاموشه فکر کنم. خب این یک دو چهار هشته، من اینو 84 میخوندم موقع جمع کردن و پیش میاد. چیزی نیست چیزی نیست. برام دعا کنید خوب شم. خب پس 4 و 8 میشه 12. 12 و اونو چجوری اشتباه به دست می آوردم؟ الان
4 و 8 و 12. 12 و 16 و جمع میکنم فعلا. 6 و 2 مطمئنم میشه 8 و اینم میشه 2. قطعا درسته. خب 128 به علاوه 28. 8 و 8 16 1 4 5 156. اینجا درست به دست اومد. حالا برم ببینم واقعا 13 ضرب در 12 رو بلدم یا نه. خب اول که مطمئن شم آره این دیگه واقعا 12 است. آره و اینم واقعا 13 است. آره. 3 دوتا 6 تا 3 یکی 3 تا به علاوه یه شیفت میدیم یه دوتا 2 تا یکی. باید فیلمو ببینم چجوری من اون عدد دیگر رو به دست میارم. ببخشید که اینقدر سوتی دادم و خسته نباشید. شبتون بخیر. شاید هم روزه هرچی